سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو قراره بریم سراغ یکی از مهمترین مفاهیم دنیای برنامه نویسی. مفهومی که اگه درست درکش کنی نصف راه برنامه نویس شدن رو رفتی و اون چیزی نیست جز الگوریتم برنامه نویسی. خب اصلا الگوریتم یعنی چی؟ ببین، الگوریتم یه چیز عجیب و غریب نیست. به زبون خودمونی الگوریتم یعنی یه سری دستور مرحله مرحله برای انجام دادن یه کار مشخص. مثلا همین الان که میخوای چای درست کنی 4 تا کار باید انجام بدی که اینجا اونها رو نوشتم. کتری رو پر میکنی، میذاری رو گاز، سرو میکنی آب جوش بیاد و چای رو میریزی تو استکان. اما یه سوال منطقی پیش میاد. خب استاد، این چای از کجا اومد؟ این دقیقا همون اشتباه رایج توی الگوریتم نویسیه. تو برنامه نویسی کامپیوتر حدس نمیزنه، تجربه قبلی هم نداره و نمیگه خب معلومه دیگه اگه مرحله ای رو نگفتی اون مرحله اصلا انگار وجود نداره. الگوریتم کامل و درست تهیه چای مثلا میتونه این باشه: کتری رو از آب پر میکنی، کتری رو میذاری رو گاز، صبر میکنی آب جوش بیاد، چای خشک رو داخل قوری میریزی، آب جوش رو از کتری داخل قوری میریزی، صبر میکنی که چای دم بکشه و بعدش چای رو داخل استکان میریزی. حالا دیگه کسی نمیتونه بگه یهو چای از کجا اومده. این خودش یه الگوریتمه. پس الگوریتم فقط برای کامپیوتر نیست، ما توی زندگی روزمره‌مون هم هر روز از الگوریتم استفاده میکنیم بدون اینکه حتی اسمشو بدونیم. بزرگترین باگ الگوریتم اینه که ما فرض میکنیم کامپیوتر مثل خودمون رفتار میکنه، در حالی که اصلا اینطوری نیست. حالا بیایم وارد دنیای برنامه نویسی بشیم. تو برنامه نویسی الگوریتم یعنی مراحلی که به کامپیوتر میگیم دقیقاً چطور مسئله رو حل کنه. کامپیوتر که عقل نداره حدس بزنه، باید خیلی دقیق و شفاف بهش بگی اول چی کار کن، بعدش چی، و اگه فلان اتفاق افتاد چی کار کن، و اگه اینطور نشد چی کار کن. بریم سراغ چند تا مثال ساده. مثال اول میگه الگوریتمی بنویسید که مجموع 2 عدد رو محاسبه و چاپ کنه. خب مرحله اولش میگیم شروع، بعدش میگیم 2 عدد رو بگیر از ورودی، بعدش میگیم اونها رو با هم جمع کن، بعدش میگیم جمع حاصل رو چاپ کن و بعدش هم میگیم پایان. میبینید که خیلی راحت همون کاری که تو دنیای واقعی میکنیم رو توی کامپیوتر هم باید انجام بدیم. فرض کنید که من از شما یه همچین چیزی رو خواستم. شما اول به من میگین 2 تا عدد رو بگو، من میگم مثلا عدد 2 و 4. بعد شما میاد اون 2 تا رو با هم دیگه جمع میکنید، مثلا میگید 2 به علاوه 4 میشود 6 و بعدش میگید خب جواب تو میشه 6 و به این ترتیب مسئله حل میشه. اما اسلاید بعدی هم یک مثال درونش وجود داره. نوشته شده الگوریتمی بنویسید که 3 عدد رو از ورودی این بار بگیره، میانگینشون رو محاسبه کنه و چاپ کنه. خب شما از دوران بچگیتون حتما یادتون هست که وقتی میخواستید مثلا معدل خودتون رو محاسبه بکنید چجوری این کار انجام میدادید؟ میومدید همه نمره هاتون رو با همدیگه جمع میکردید و بعد جمع حاصل رو تقسیم بر تعداد درست میکردید. به این ترتیب معدلتون به دست میومد. اینجا هم به همین ترتیبه. گفتم مرحله اول شروع، بعد گفتم A, B و C رو بخوان، یا همون 3 تا عدد ورودی رو بگیر بریز توی ABC. بعد گفتم جمع A, B و C رو تو متغیر سام ذخیره کن. حالا میاد اینا رو همه رو جمع میکنه توی یک متغیری که اسمشو گذاشتیم سام، ذخیره میکنه. میتونه هر اسم دیگه ای هم داشته باشه، یعنی یه اسم دلخواه این متغیر سام. متغیر سام رو بر 3 میگه حالا تقسیم کن، یعنی اون جوابی که به دست اومده از جمع اون 3 تا عدد رو بگیر، بر 3 تقسیم کن و هر چی به دست اومد رو به عنوان معدل توی متغیر AVG یا همون اوریج ذخیره کن.
بعدش هم تو مرحله بعد گفتم که AVG رو یا همون معدل رو بیا چاپ کن و پایان. به این ترتیب این مسئله هم حل میشه. اما یه سوالی که برامون پیش میاد اینه که چرا قبل از پایتون باید الگوریتم رو بلد باشیم؟ این قسمت خیلی مهمه، پس خوب گوش کن. خیلی ها مستقیم میرن سراغ یاد گرفتن دستورهای پایتون، ولی بعد از یه مدت میبینن که کد میدونن ولی نمیتونن مسئله های مختلف رو حل کنن. حقیقت اینه که الگوریتم در واقع همون فکر کردن رو بهمون یاد میده، اما برنامه نویسی پایتون اون فکر رو به صورت نوشته های کدمانند در میاره. در واقع برنامه نویسی همون نوشتن فکره و الگوریتم همون فکر کردنه. اگه فکرمون درست نباشه بهترین زبون برنامه نویسی هم نجاتمون نمیده. بذارید یه مثال خیلی ساده الگوریتمی براتون بزنم. فرض کن میخوای بزرگترین عدد بین دو تا عدد رو پیدا کنی. ذهنی اینطوری فکر میکنی، میگی دو تا عدد داریم، اگه عدد اول بزرگتر بود همونه جواب، وگرنه عدد دوم جوابه. البته اینجا هم یه باگی داره، اگه دو تا عدد مساوی باشن چی؟ خب اینو بعداً توی قسمت‌های بعدی میتونیم بهش فکر کنیم و جوابشو به دست بیاریم. این شد یه الگوریتم ساده. میبینین قبل از کد نویسی تفکر الگوریتمی اتفاق افتاده برامون. اما الگوریتم رو چطوری میتونیم بنویسیم؟ الگوریتم رو میشه به چند شکل نوشت. اولش اینه که مثلا به یک زبان ساده میتونیم اون رو بنویسیم، مثل همون چیزی که توی اسلایدهای قبل دیدین. بعضی‌ها میان الگوریتم رو به صورت نمودار یا همون فلوچارت یا شبه کد مینویسن. این هم یه روش دیگر نوشتن الگوریتم ها هست. اما فعلا تو این آموزش تمرکز ما روی فکر کردن مرحله به مرحله هست، نه سختگیری روی شکل نوشتن الگوریتم ها. شاید برای شما این سوال مطرح شده باشه که الگوریتم خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه. یه الگوریتم خوب باید اولا واضح باشه، مرحله به مرحله باشه، از اول تا آخرش معلوم باشه و در نهایت به یک جواب مشخص هم برسه. دقیقا مثل اون چیزی که توی الگوریتم درست کردن چای با همدیگه مرور کردیم. اگه وسط الگوریتم گیج کننده بشه یعنی الگوریتم یه جورایی یه مشکلاتی داره. خبر خوب برای پایتون کارا اینه که یکی از بهترین زبونها برای برنامه نویسی الگوریتم ها همین پایتونه، چون کداش ساده هستن، شبیه زبون آدمیزاده کدهاش و برای مبتدی ها هم عالیه. از ویدیوهای بعدی کم کم با هم الگوریتم ها رو میبریم توی کد پایتون و واقعیشون میکنیم. در اینجا میرسیم به پایان این قسمت از آموزش. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک یادتون نره، کانال رو دنبال کنید و سوالاتون رو هم حتما توی کامنت ها بنویسید. تو ویدیوهای بعدی میریم سراغ مثال های عملی و کدنویسی واقعی با پایتون. تو قسمت بعدی میبینمتون.